سلام دوستای خوبم. میخوایم نحوه مخفی کردن محتوای نوتیفیکیشن ها توی گوشی های سامسونگ و شیائومی رو بهتون آموزش بدیم. اگه از گوشی های سامسونگ استفاده میکنید کافیه وارد تنظیمات گوشی بشید و گزینه لاک اسکرین رو انتخاب کنید. توی این بخش روی گزینه نوتیفیکیشن بزنید. برای مخفی کردن محتوای نوتیفیکیشن توی صفحه قفل گوشیتون کافیه این گزینه هاید کانتنت رو فعال کنید. توی این صفحه چند تا گزینه دیگه هم وجود داره که میتونید از اونها بر حسب نیازتون استفاده کنید. مثلا میتونید با استفاده از گزینه ویو استایل نوع نمایش رو بین متن یا آیکون اون برنامه تغییر بدید. با استفاده از گزینه نوتیفیکیشن تو شو میتونید تعیین کنید که چه زمانی نوتیفیکیشن ها توی صفحه قفلتون نمایش داده بشه. زمانی که گوشیتون روی صدا یا سایلنت باشه یا فقط روی صدا قرار داشته باشه. اما اگه از گوشی‌های شیائومی استفاده می‌کنید کافیه وارد تنظیمات گوشی بشید و بخش نوتیفیکیشن رو انتخاب کنید. روی گزینه لاک اسکرین نوتیفیکیشن بزنید. اینجا میتونید برنامه‌هایی که اجازه نمایش نوتیفیکیشن توی صفحه قفل دارن رو مشاهده کنید. برای مخفی کردن محتوای نوتیفیکیشن ها روی گزینه فرمت بزنید و حالت دوم رو انتخاب کنید. اگر روی حالت اول قرار بدید محتوای نوتیفیکیشن ها نمایش داده میشه و اگر روی حالت سوم قرار بدید هیچ نوتیفیکیشنی روی صفحه قفلتون نمایش داده نمیشه. اگه دوست دارید صفحه نمایش گوشیتون حین دریافت نوتیفیکیشن روشن بشه کافی از تنظیمات گوشی روی گزینه لاک اسکرین بزنید و گزینه ویک لاک اسکرین فور نوتیفیکیشن رو فعال کنید. اگه سوال یا مشکلی وجود داشت توی بخش نظرات اون رو با ما در میون بذارید. حمایت از ما یادتون نره دوستای خوبم، موفق باشید.